اداره‌های آموزشی از راه دور سلام، حتما 2 مرتبه اینا میخوان مدارس رو تعطیل کنن، بفرستن همه رو راهپیمایی 22 بهمن. فردا 22 بهمنه. کی میخواد خامنه ای آدم بشه؟ مردی که بیشعور الان توهم زده. ترامپ داره تهدید بمباران میکنه اسرائیل بزنه. مردم باید میریزن بیرون. حتما فردا من بعید نمیدونم فردا مردم بریزن بیرون. 22 بهمنه، مگه نباید بریزن بیرون؟ امیدوارم که مردم بریزن بیرون. شما هر نرم افزاری بیاری که 3 میلیون دانش آموز همزمان توی یه شبکه فعال باشن، اون شبکه از کار میفته. صدها سرور میخواد، کار میکنه. من در جریانم، لحظه به لحظه شاد رو من رصد میکنم. آقای ببینید مسئولان خودشونن. حجمه. ببینید ما 11 میلیون کاربر داریم تو شاد که در این فضای مجازی البته تقسیم کردیم بچهای متوسط اول رو، متوسط دوم رو، ابتدایی رو، که فشار کار توزیع بشه در طول روز. اما هر چقدر توزیع بشه، ما 8 میلیون دانش آموز ابتدایی داریم. خب این 8 میلیون یه دفعه میان روی فضای شاد میشینن و طبیعتا جواب نمیده. تعطیلی مدارس یا غیر حضوری شدن آن نگرانی بسیاری از والدین را به همراه داشته. یکی از شهروندان میگوید جمهوری اسلامی با این وضع چگونه میتواند نسل باسوادی برای آینده تربیت کند. ماشاءالله به جمهوری اسلامی که داره یواش یواش دکتر مهندسای آینده رو تحویل میده. هر روز تعطیل به بهانه برق، به بهانه آب، به بهانه گاز، به بهانه گرونی، به بهانه دلار، کوف، زهرمار، هر چی که میشه تعطیل. فرق آموزشی بچه‌ها 22 بهمنه، باید برن راهپیمایی بچه‌ها. اونم فکر کردن برن بچه‌ها برن مدارس رو ببندن، اینا برن راهپیمایی. از ترسشون دارن این کار میکنن. امیدوارم خوش باشین. فردا امیدوارم یه اتفاقی بیفته. خداحافظ تا بعدی.